بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند در مسئله تربیه فرزند که فرزند را چگونه تربیه بکنیم، زن را، اهل عائله را چگونه تربیه بکنیم. والله در حقیقت این سوال بینهایت سوال بزرگ است، چرا که این امر الله سبحانه و تعالی هست که ما باید زن خود و فرزندان خود را تربیه بکنیم. الله سبحانه و تعالی میگوید قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتان و اهل عائلتان را از آتش جهنم نجات بدهید. پس برادران عزیزم، بزرگواران، ای اهل ایمان، بدانید که اولین تربیه شما زن و فرزندتان را، اولین تربیه‌ای که میکنید، اولین راه برای تربیه فرزند، برای تربیه زن، این اصلاح خود شما است. شما خودتان را اصلاح کنید. شما خودتان را، صادقیتان را بین خدا و بین خود و بین الله سبحانه و تعالی اثبات کنید. برادران عزیزم، اصلاح شما با توحید است. اول خودتان موحد باشید. اول خودتان شرک را ترک بکنید. اول خودتان تعلیم توحید بگیرید. والله بالله تالله، وقتی که شما موحد شدید، وقتی که شما توحید را آموختید، وقتی که شما حکمت را آموختید، وقتی که شما بصیره پیدا کردید و با علم شدید و به الله سبحانه و تعالی دعا کردید و بعد از این به تربیه شروع کردید، در حقیقت ثمره و نتیجه می بخشد. الله سبحانه و تعالی گفت خودت را و اهل عائلت را نجات بده. معناش این است که شما می توانید که اهل عائله را نجات بدهید. شما می توانید، اما با راه درست. برای همین اولین راه این تعلیم گرفتن توحید است. علم را آموزید، یعنی توحید را آموزید، الله سبحانه و تعالی را بشناسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم را بشناسید، دین را بشناسید و آموزید و بعد از این بین خود الله سبحانه و تعالی اصلاح بکنید، شرک را ترک بکنید، براءت از مشرکین بکنید، کفر بالطاغوت را بجا بیاورید، عملها را بجا بیاورید، نمازخوان باشید و همین اولین دعوت شما، همین بهترین اولین قدم برای تربیه فرزند است. صادق باشید، دروغگو نباشید، شراب ننوشید، از کارهای بد و از مجلسهای بد و فحشا دور باشید. وقتی که فرزند شما رو میبیند، البته مثل شما میشود. هر کودک به پدرش اقتدا میکند، پیروی میکند و فرزندان خود را به مجلسهای خوب، به مجلسهای زیبا، به مجلسهای اهل توحید و مؤمنین همراه ببرید. همراه خود به یک دورزنی و کوچه ها برارید، در پیش خود بگیرید، در کوچه ها دور بزنید و در درونی همون ماشین خود باشد یا که در یک مجلس یک نصیحت های کوتاه بکنید و به اونها بفهمونید که شما پدر اونها دوستش می‌دارید. یعنی هر یک پدر باید به فرزندش بفهماند که ای فرزندم، من تو را دوست می‌دارم. احترام کنید و وقتی که محبت شما در فرزند به وجود می آید و بعد از این آهسته آهسته نصیحت را شروع بکنید و تعلیم بدهید و همچنین شما می توانید زن فرزند خود را به اسلام بیاورید. و البته بعد از موحد شدن دومین راه این دعا هست. از الله سبحانه و تعالی طلب بکنید، دعا بکنید، کوشش بکنید که الله سبحانه و تعالی فرزندای شما را موحد بکند و بعد از این ان شاء الله به تعلیم دادن و به دعوت کردن شروع میکنید. بارک الله فیکم.